وقت بخیر مجدد به شما بینندگان گرامی. در این بخش از گزارش ما جناب آقای دکتر مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه میلاردالن و فعال سیاسی جمهوریخواه با ما هستن که بهشون درود و وقت بخیر میگیم. ابتدا میخوایم اینجوری شروع کنیم. جناب درویشپور، شما در این کنفرانسی که هنوز هم در جریان از پشت این درها حضور داشتید، تا این لحظه چه دیدید؟ برداشت شما رو بیشتر. ببینید، من ادای سهمیم که کردم با همیاری دوستان برای سازماندهی این کنفرانس با هدف خاصی بود: صدای ضد جنگ، ضد جمهوری اسلامی رو بالا بیاریم. بنابراین اگر به سخنرانی هر 5 سخنران دقت بکنید، از حزب چپ سوئد گرفته نماینده پارلمانیش، نماینده پارلمانی حزب سبز، و اگر نگاه بکنیم به سخنرانی پروفسور محمودی و زهرا باقری شاد و سهیلا یزدانپناه، تمام این اساتید دانشگاه، محققین و نمایندگان پارلمانی یک صدای واحدی رو بالا آوردن. اون صدای سوم بود، بدون که شاید رسما اشاره بکنن، ولی عملا اینو آوردن. یک، همشون علیه حکومت اسلامی در استبداد سیاسی ایران موضع داشتن به صراحت. در این حال مبارزه برای تغییر نظام رو امر خودشون میدونستن، امر مردم ایران میدونستن، نه مداخله خارجی. و بنابراین به شدت در مورد جنگ هم موضع داشتم. صدای نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی بود. من اگر بخوام با زبان خودم بگم، در واقع اون صدای سوم صدای دفاع از سیاست زندگی در برابر سیاست مرگه که یک پاشو جمهوری اسلامی ایران، یک پاشو جنگ طلبان و نتانیاهو و آمریکا در پیش گرفتن. بنابراین اگه نگاه بکنید، اینها به رویکرد فمینیسم کلونیال اعتراض کردند. زهرا باقری شاد مثلا در این زمینه، در حوزه حقوق بین الملل سعید محمودی به درستی اینکه اینا نقض قوانین بین المللی و این تجاوز رو محکومه، و در این حال که خود جمهوری اسلامی هم که به هیچ قوانین بین المللی پایبندی نداره مورد تاکید قرار دادن. بنابراین به صحبت مثلا خانم سهیلا یزدانپناه دقت بکنیم، می‌بینی علنا راجع به یک نوع فاشیسم پهلوی و اینکه چجوری در واقع این گدایی کردن، تمنا کردن از اینکه ترامپ بیاد بزنه، نتانیاهو بیاد بزنه، کشور رو ویران بکنه که بلکه اینا به قدرت برسن. به نظر من تمام، اگر نگاه بکنیم به این هر 3 تا 5 سخنران، با هر نوع سیاست استعماری در تعیین سرنوشت مردم ایران مخالف بودن، با استبداد سیاسی حکومت اسلامی هم به شدت مخالف بودن، ولی پیکار برای برچیدن این نظام، عبور از استبداد دینی و گذار به دموکراسی رو امر مردم ایران میدونستم. بنابراین فکر میکنم این کنفرانس با این ترکیب قدرتمند دانشگاهی ها و نمایندگان پارلمان حزب سبز و حزب چپ سوئد که صریحاً موضع داشتن در هر نوع حمایت عجول یا خجولانه از این جنگ، یک کنفرانس موفقی بود که توانست در واقع به سهم خودش این صدای سوم رو در میان این وضعیت منگنه شده بسیاری از ایرانیان که بین 2 آتش استبداد داخلی و تهاجم خارجی نتانیاهو و ترامپ گیر کردن، این صدای سوم رو تقویت بکنه. بسیار سوال پایانی جناب درویشپور، همونطور که اشاره کردید کسانی که در اینجا شرکت کردن، یک نکته جالبی که در اون وجود داشت این بود: مخالف جمهوری اسلامی به شدت و رادیکال ایستادن، اما مخالف جنگ هم بودن. و همچنین نکته‌ای که بهش اشاره کردید شما، اینکه پهلوی را یک پروژه می‌دانند و کسی که پروژه‌ای که التماسش نه در داخل نگاهش، بلکه نگاهش به جای دیگر است. و آقای پهلوی کسی است که پدر ایشان و پدر بزرگ ایشان تجربه اینو داشتن که کسانی که آوردند اینها رو بردن. آیا فکر می‌کنید تجربه این نشد برای آقای پهلوی؟ اصلا مگه راهی غیر از این میشناسن برای به قدرت رسیدن؟ جامعه ایران رو که نمیشه به گذشته برگردوند، روشنه. بنابراین همونطور که پدر بزرگشون و پدرشون با کمک خارجی آمدند و رفتن، سرنوشتشون رو به ترامپ و نتانیاهو گره زدن. ببینید اینا مدافعین سیاست مرگن. دقت کنید، مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی انتقام جویی نیست. به اصطلاح ما نمیخوایم فقط فکر کنیم تعداد از اینا کشته شدن خب خوشحال میشیم، سووات چه نتیجه‌ای در بر داره. ما خواستار تغییر یک نظام مرگ‌آفرین و جایگزینی آن با سیاست زندگی، الگوهای جنبش زن زندگی آزادی است، نه الگوهای مرگ‌آفرینی. و کسی که میاد از ترامپ و نتانیاهو میگه ادامه بده بمباران رو، در واقع داره یک سیاست مرگ رو در برابر سیاست مرگ دیگر جایگزین میکنه و این هیچ نفعی برای به اصطلاح آینده ایران، صلح، امنیت، دموکراسی و رفاه در بر نخواهد داشت. بسیار عالی. صحبت پایانی رو به دوربین، اگه صحبتی دارید شما.
امیدوارم که همونطور که در سطح جهانی امروز دیروز دیدیم چگونه میلیون ها نفر در خود آمریکا و در لندن در کشورهای گوناگون در دفاع از صلح و آزادی و علیه جنگ طلبی و ترامپیسم به میدان آمدن و خیلی از اونها مخالفان سخت خود حکومت اسلامی هستند. این صدا که در جهان انقدر قدرتمنده، امیدوارم در میان جامعه ایرانی با تمام تنوع اتنیکی که در بر داره این صدای سوم تقویت بشه، به جای اینکه با این دوگانه مصنوعی یا جمهوری اسلامی یا جنگ منگنه بشه که به هیچ وجه به سود آینده نه فقط مردم ایران و منطقه نخواهد بود، به سود صلح و دموکراسی در جهان هم نخواهد بود. آرزومندم که این صدای صلح طلبی و دموکراسی خواهی هرچه گسترده تر بشه، با یک همبستگی فراملی و نه فقط در سطح محلی یا میان جامعه ایرانیان، ولی صدا در میان ایرانیان نسبتا ضعیفه. آرزوی من قدرتمند شدن صدای صلح و دموکراسی. متاسفانه فجایع جنگ داره نشون میده اون خوشبینی های اولیه دیگه جایی و موضوعیتی نداره که فکر میکردن با کشتن چند تا رهبر حکومت میفته و از این نظر به نظرم صدای وجدان انسانی نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی داره قدرت هرچی بیشتری پیدا میکنه.